از این پس صفیه خان را از ازبکستان نیز میجویند. پس از 20 روزی جستجو پدر صفیه خان 9 ساله سید اعظم خان رحمتوف تصمیم گرفت که دخترش را از پایان آب سیردریا جمهوری ازبکستان نیز جستجو کند و با این مقصد به شعبه کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر خوجند مراجعت کرده است. روزهای نزدیک مکتوبی رسمی آماده می شود و به کشوری همسایه می فرستند تا دخترک را از پایان آب سیردریا که به حدود جمهوری ازبکستان داخل می شود جستجو کنند. از فهمش من نو پلاتینا بعد از پلاتینا بگوت شهر شیرین گیس دارد. گیس شای شیرین همون جدی هم سیدک است. چونکه آب بر اساسی که آب سیردریا بلند شاید فرزند گذشته برفته باشد ما بیخبر نمونیم. همون به میخواستیم در چارچوبی قانون ثابت از دولت تاجیکستان به ازبکستان یک مکتوب کرده ما بیخبر نمونیم. دولت همسایه شبیه دولت شاید فرزند من از اونجا یافت شده بر خانه من برگردد. جسد فرزندم. این تصمیم سید اعظم خان رحمتوف به آن خاطر گرفته شد که آب دریای سیر زیاد است و تخمین میکند شاید کودکش را جریان تیز آب دریا از حدود کشور به پایان آب فراورده باشد. تحلیل متخصصان نشان میدهد که امروز سنه 27 فوریه سرعت جریان آب دریای سیر در یک ثانیه تا 2 متر را تشکیل میدهد. بر زمین سطح آب دریا بلند می باشد. عین حال ما در دیدبانگاه آبچین‌کنی سیردریا قزل قشلاق قرار داریم. این دیدبانگاه همه روزه سطح آب دریای سیر را نظارت میکند و تحلیل مینماید. موافق نشانداد این دیدبانگاه در حال حاضر از آب انبار تاجیک 1040 متر کوبی آب به دریای سیر جاری است که نسبت به سالهای گذشته سطح آب دریا بلندتر می باشد. بلند بودن